با معلومات نیازمندان می‌رسانیم که روزهای نزدیک دیرکتور انستیتوت پیوندسازی جگر و جراحی روده و معده مترو، عضو فخری اساسیاسیون متخصصان جراحی هندوستان و اروپا دکتر انکور گارگ و طبیب گوش و گلو و بینی بیمارستان پژوهشگاه ارتمیس هندوستان دکتر ویشال پاتینیا به شهر دوشنبه میآیند. دکتر انکور گارگ با گذراندن بیش از 1500 عملیات جراحی وزنین با رویخط 50 گونه جراحان معروف عالم شامل گردیده است. دکتر ویشال پاتینیا سابقه 17 ساله کاری داشته در بیمارخانه‌های هندوستان و کشورهای بزرگ اروپا از دستورالعمل پیشنهاد نموده این طبیب معروف کار می‌گیرند. رهبریت مرکز طبی شفران تصمیم گرفته است که با مساعدت دکتر انکور گارگ جراحی معده و روده، غدود زیر معده، سرخ روده، سرطان معده و روده و با اشتراک دکتر ویشال پاتینیا جراحی گوش، برقرار نمودن صدا پرده، راست کردن بینی، گرفتن گوشت زیادتی بینی، جراحی حلق و بادامک گلو را در شهر دوشنبه انجام دهد. باید بگویم که همه بیماران به جراحی نیاز ندارند. دکتر انکور گارگ و ویشال پاتینیا با حب و نوشدارو به این گونه نیازمندان شفا میبخشند. روزی اولی قبول بیماران رایگان است. معلومات بیشتر را میتوانید توسط تلفن های 900 03 88 33 و 250 01 01 از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 16:30 پیدا نمایید. نشانه ما شهر دوشنبه، نویه سینا، کوچه شیرعلیزاده 2، مرکز طبی شفران روبروی مرکز سودایی یاور. شفران. هدف ما سلامتی شما.